گیرید مرا از اینجا. من ربک. پروردگار تو کیست؟ دینت چیست؟ این پیامبر کیست؟ اگر کسی دین الله و پیامبرش را انکار کرده باشد نمیتواند جواب دهد. حتی خود را مسلمان حسابد ولی زندگیش پر از گناه باشد. زبانش میتواند در آن همین لحظه از کار ماند. برای بعضی ها این ملاقات با فرشتگان ملایم و آرام است، اما برای دیگران آن به بازپرسی سخت و دردناک تبدیل می یابد. درهای جهنم گشاده می شوند. عذابی که در آن است به او نشان داده می شود و عذاب قبر آغاز می گردد. گرمی سوزان و بوی جهنم به او می رسد. قبرش تنگ می شود و او را فشار می دهد. سپس مرد با چهره تاریک و لباس های افلاس پیدا می شود و می گوید این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. روح با ترس می پرسد تو کیستی؟ می گوید این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. من عملهای بد تو هستم. پرچتی که تو گرفتی، غیبتی که کردی، حرامی را که نگاه کردی، چرا می ترسی؟ مگر من چیزی نیستم که تمام عمر میخواستی. اینک من در پیش تو ایستادم. آنگاه فریاد میزند پروردگارا قیامت را برپا نکن. روایت شده از زید ابن ثابت که او با محمد صلی الله علیه و سلم به باغ رفتند. ناگاه مرکب سواری پیامبر صلی الله علیه و سلم هراسید و قریب بود که او را بغلطاند. و آنجا آنها چند قبر را دیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند صاحبان این قبرها عذاب میکشند. اگر نمی ترسیدم که شما دفن مردگان را ترک میکنید، از الله میخواستم که عذاب قبر را به شما بشنواند چنان که من میشنوم. سپس رو به آنها کرده فرمودند به الله پناه برید از عذاب قبر. این است منزل نوی تو. آنجا همه چیز روشن و پر از رنگ بود، اما اینجا تاریکی مطلق. همه چیز چقدر زود به پایان رسید، همینطور نه؟ یا خواهی گفت ای الله یک امکانیت دیگر ده، قسم میخورم که خود را اصلاح میکنم. گویا که الله در طول عمرت هر روز به تو همین امکانیت را نداده بود. گویا چنین است. زمانی وظیفه در این دنیا به انجام رسید، اکنون به سوی پاداشت می روی و این قبر اولین ایستگاهی توست. اگر این نوار به تو رسید بدون این تصادف نیست، بلکه الله آن را پیش تو آورد تا چیزی را در زندگی تغییر دهی. پس آیا یک قدم به سوی او تعالی نزدیک نمی شوی؟ حالا وقت انتخاب است. اگر نماز نمی خوانی همین لحظه آغاز کن. اگر ایمانت را قوی کردن خواهی دانش بیاموز، زیرا وقتی برای خود هدف میگذاری حتی خرد باشد هم
همه چیز تغییر می یابد. پس چی می شود بعد؟ پس از انتظاری طولانی در قبر صدای تو را تکان می دهد، صدایی که هرگز مانندش را نشنیده ای. این آغاز بزرگترین واقعه است، روزی که برای هر یک روح فرا می رسد پایان این جهان. اما برای دیگران درهای دوزخ گشاده می شود، قبر تنگ می شود، عملهای بد به صورت انسان می آیند. اینجا این قسمتی برنامه ما با پایان می رسد. تا واخوری های آینده خانه آباد و سربلند باشد.